ویدیو قراره بهتون آموزش آیپد ویو و اسکوپ کوچیک رو بهتون یاد بدم. شما واسه آیپد ویو و اسکوپ کوچیک میرید توی تنظیمات گوشیتون، بخش سیستم، درباره تلفن، اطلاعات نرم افزار و شماره ساخت و چندین بار روش کلیک کنید. خب بعد وقتی نوشت شما یک توسعه دهنده هستین، میاید بیرون، گزینه‌های توسعه دهنده رو بزنید. خب اینجا این دو گزینه رو باید فعالش کنید. یکی فعال کردن سازگاری اندازه در قالب آزاد، یکی هم اجبار فعالیت ها برای قابل تغییر اندازه بودن. خب وقتی اینا رو فعال کردین، روی لوگوی پابجی نگه دارین، چند پنجره رو بزنید. خب هر برنامه‌ای که دلتون خواست رو انتخاب میکنید. خب بعد اینجا وقتی پابجی اومد، این خط وسط رو سری ببرید. خب دوستان، آیپد ویو ایزی فعال شد دوستان. خب دیگه برید حالش رو ببرید، کانال رو ساب کنید. اگرم از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، کامنت انگلیسی هم بزنید حسابتون نپره. مرسی که تا اینجا با هم بودین. فعلا خداحافظ تا ویدیوی بعدی.